بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب شرح درس های مهم برای عموم امت. درس ششم، شرط های نماز. شرط های نماز 9 تا است. یکم اسلام، دوم عقل، سوم فرق کردن، چهارم دور کردن بی طهارتی، پنجم دور کردن نجاست، ششم ستر عورت، هفتم داخل شدن وقت، هشتم رو به قبله آوردن، نهم نیت. شرط اول نماز اسلام است و ضد آن کفر است. پس اگر شخصی که پروردگار را دشنام می‌دهد یا عبادت را برای غیر الله صرف می‌کند نماز خواند، پس نماز او باطل است مگر وقتی که به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کند. شرط دوم نماز عقل است و ضد آن دیوانگی است و مستی از باب اولاست. شرط سوم نماز فرق نمودن و معنایش به بلاغت رسیدن نیست، لیکن معنایش در بین اشیا فرق گذاشتن است، یعنی سوال و جواب را بداند و برای آن سن معین نیست، ولیکن غالبا بچه 7 ساله فرق میکند کی نماز خردسال درست میشود. سوال: کی نماز خردسال درست میشود؟ هرگاه بین اشیا فرق کند، یعنی سوال و جواب را بداند و مثلا در میان آب و آتش فرق نماید، وگرنه نمازش باطل است. شرط چهارم نماز دور کردن بی طهارتی و زیر آن داخل می شود. بی طهارتی بزرگ، بی طهارتی خرد. بی طهارتی بزرگ به غسل کردن برطرف می شود و بی طهارتی خرد به آبدست برطرف می شود. شرط پنجم نماز دور ساختن نجاست از بدن است. دور ساختن نجاست از بدن گوشه زمین و لباس. پس اگر نماز گذارد بر او نجاست باشد آن را بداند و دور کردن آن توانا باشد، آن در خاطرش باشد، پس نمازش باطل است و دور ساختن نجاست به 3 قسم تقسیم می شود. یکم نجاست خیلی قبیح، دوم نجاست سبک، سوم نجاست میانه. نجاست قبیح آن نجاست سگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به شستن ظرفی که هرگاه سگ به آن دهان خود را داخل کرده است 7 بار شسته شود، برای بار اولش با خاک باشد. دوم نجاست سبک تنها با پاشیدن آب به جفیدن دور کرده می شود و این برای پسر بچه که طعام نمی خورد و مزی و منی می باشد و با وجودی که منی طاهر است، مگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه آن تر می بود آب می پاشید و هرگاه خشک بود آن را می خراشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه آن تر می بود آب می پاشید و هرگاه خشک می بود آن را می خراشید. سوم نجاست میانه به شستن دور می شود و آن پاشیدن آب با جفیدن است و برای غیر نجاست سخت و میانه می باشد، مانند پیشاب مرد، زن و غیر این از نجاست ها می باشد. چیزهای نجس، چیزهای پلید و پیشاب و پس افکندن حیوانی که گوشتش خورده نمی شود و در رندگان همش نجس است، بجز آن چیزی که از آن اعتراض کردن مشقت می آورد، مانند گربه، خچیر و خر و خون مسفوح. آن خون است که پس از کشتن حیوان جاری می شود و خونی که از 2 راه پیش و پس خارج می شود و خودمرده ها و جز میته آدمی و آن چیزی که خون روان ندارد و میته بحر و ملخ. شرط ششم نماز پوشاندن عورت و عورت 3 تا است: سبک، وزنین، میانه. عورت سبک آن عورت مرد پسر 7 ساله تا 10 ساله و شرط است که آلت‌های تناسل پیش و پس پوشانیده شود. دوم عورت وزنین و آن عورت زن آزاد بالغ است. بر آن لازم است که همه بدن را به جز رو بپوشاند و بر آن لازم است که در وقت حضور بیگانگان رویش را بپوشاند. سوم عورت میانه و آن برای
غیر این هست و پوشانیدن بین ناف تا زانو شرط است. با مستحب بودن سطر کتفها و کاملا زینت گرفتن است. شرط هفتم نماز در آمدن وقت است. پس نماز پیش از وقت درست نمی شود و نه بعد از وقت، مگر وقتی که با غیرش برای عذر جمع کرده شود. پس اگر قصداً نماز را از وقتش دیر کند گناهگار می شود. شرط هشتم نماز رو به قبله آوردن است و این از حکم نماز نافلی در سفر استثناء می شود. پس همان مسافر به جهتی که سواریش رو می آورد نماز نفل را می خواند و مانند آن در زمان ما نماز خواندن در هواپیما است. و کسی که از رو آوردن قبله عاجز می آید یا از دشمن ترس دارد استثناء می شود. شرط نهم نماز نیت است و مکان نیت قلب است و آن را به زبان گفتن بدعت است و اگر پیش از نماز به اندک وقت نیت کند یا تنها فرض وقت را نیت کند نمازش درست می شود. تنبیه های مهم: یکم، در ترک شرط جهل، فراموشی و قصداً قبول نمی شود مگر هرگاه نماز گذارد و بر اون نجاست باشد از روی جهل یا فراموشی، پس نمازش درست است، زیرا این از جمله ترک است نه از فعل. دوم، شرط ها بیرون از عبادت و مقدم بر آن می باشد و بودن آن تا آخر عبادت حتمی است. درس هفتم، ارکان نماز. نماز دارای 14 رکن است. یکم، راست ایستادن با همراهی توانایی. دوم، تکبیر الله اکبر گفتن. سوم، خواندن سوره فاتحه. چهارم، رکوع. پنجم، آرام گرفتن بعد از رکوع. ششم، بر 7 اعضا سجده کردن. هفتم، از سجده خستن. هشتم، در بین دو سجده نشستن. نهم، در همه عملهای نماز آرام گرفتن. دهم، در بین رکنها ترتیب را رعایت کردن. یازدهم، التحیات آخر. دوازدهم، برای آن نشستن. سیزدهم، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن. چهاردهم، به دو طرف سلام دادن. رکن اول نماز راست ایستادن در صورت توانایی. در نمازهای فرض راست ایستادن در نمازهای فرض رکن است و در صورت تماما توانایی نداشتن ساقط می شود. یا به ایستادن توانایی دارد در حالی که خشوع از بین می رود و اگر به راست ایستادن قدرت داشته باشد و اگر چی کمی هم باشد راست می ایستد. در نمازهای نفلی باشد نماز نفل را نشسته بخواند درست می شود، لیکن نصف اجری راستخوان را می گیرد یا به پهلو بخواند و برای او نصف اجری کسی است که نشسته می خواند. رکن دوم نماز تکبیر احرام و جایز نمی شود تکبیر احرام مگر به لفظ الله اکبر گفتن. رکن سوم نماز خواندن سوره فاتحه. خواندن سوره فاتحه در همه رکعت‌های نماز واجب است، خواه نماز سری باشد یا جهری. خواندن پره با ترتیب آیات‌ها، حرکت‌ها، کلمه‌ها و حرف‌هایش و اگر امام را در رکوع دریافت خواندن فاتحه ساقط می شود. رکن نهم نماز آرامی در همه عملهای نماز. با گفتن ذکرهایی که گفتن آن در هر رکن واجب است آرامی حاصل می شود. تنبیه مهم: ارکان در داخل عبادت می باشد و در ترک رکن از رکنها جهل، فراموشی و قصداً قبول نمی شود و به سجده سهو جبران نمی شود و به اعاده نماز حاضره امر کرده می شود. اما نمازهای را که گذشته است و در آنها بعض رکنها را ترک کرده است پس در آنها معذور دانسته می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را که نمازش را بد خواند به اعاده همه نمازها امر نکرد و او را به اعاده نماز حاضره امر کرد، با وجودی که او در آن آرامی را ترک نمود و آن رکن می باشد و الله تعالی دانا است. درس هشتم واجبات نماز. واجبات نماز 8 است. یکم همه تکبیرها به جز تکبیر احرام. دوم سمی الله لمن حمیده گفتن برای امام و تنها گذار. سوم ربنا لک الحمد گفتن برای همه. چهارم سبحان ربی العظیم در رکوع گفتن. پنجم سبحان ربی الاعلی در سجده
سجده گفتن. ششم رب اغفرلی در بین دو سجده گفتن. هفتم التحیات اول. هشتم برای آن نشستن. تنبیه مهم: گفتن سبحان ربی العظیم در رکوع به این لفظ واجب است، سپس به آن چیزی که در سنت وارد شده است افزودن مستحب می باشد و این چنین سبحان ربی الاعلی تنها با این لفظ گفتن واجب است، سپس به آن چیزی که در سنت وارد شده است می افزاید.